هلو گایز بچه ها، به این ویدیو خوش اومدین. امروز من میخوام گرابوستری که هک شده و نسخه وی آی پیش هسته رو بهتون معرفی کنم و بهتون بگم اما کجا دانلود کنید، چی شده چی نشده و کلا همین. ولی قبل از همه چیز دیگه اون دکمه لایک رو بزنید، دیگه اون دکمه لایک رو بزنید. یعنی باشه که نیست ولی بخین یوتیوب یه باگی که آورده، چون ما هی ریژنامون رو عوض می‌کنیم، هی به اون فیلتر چکن به اون فیلتر چکن، یکی آلمانی که آمریکا اینا واسه میشیم، فکر کنم ما باتیم. بس حتما دو سه بار اون دکمه لایک رو بزن، هی قطعش کنی وصلش کن تا اون لایک ثبت شه. خب آقا زیاد وقتتون نگیرم. آقا من یه ویدیو گذاشتم درباره تونل وار وی پی ان و بهتون گفتم که کار میکنه، ولی اینطوری که من دیدم واسه ایرانتل و رایتل کار نکرده و مچ استارت نکرده و من تصمیم گرفتم یه گرابوستری بیارم که کرکی برد شده است و اگه مثلا بریم مارکت نسخه اصلی گرابوستر رو دانلود کنی بهتون میگه آیا تو میخوای مثلا نسخه وی آی پیشو بخری که تو هم مثلا نمیخری، ولی من اینجا میخوام رایگان بهتون بگم چیکار کنی چیکار نکنی. الان دارم بسش کردم، میگم که نسخه وی آی پیش چه پینگی میگیره. ببینید پینگ داره 89 تا میگیره، تو نسخه اصلیش بالای 110 تا بهت پینگ میگیره که اصلا مچ و استارت نمیکنه. ببینیم ماه آوردم براتون فیلتر چکن و همین. آقا کجا میخوایم دانلود کنیم کاری نداره آقا، من یا تو کامنت های همین ویدیو یا تو دیسکریپشن همین ویدیو چیزو میذارم، لینک کانال تلگرامی رو میذارم، همون فایلش رو دانلود کنیم. اگرم یه وقتی بخاطر مشکلات یوتیوب نتونستم بذارم توی ویدیو کوتاه 15 ثانیه‌ای میذارم حتما بعد از این ویدیو. خب آقا این سر بحث آپدیت دیشبی که وارزون موبایل داد که تقریبا واسه اندرویدی ها یکم گرافیک رفت بالا، سعی کردم بهینه ترش کنم ولی من بهینه خاصی که ندیدم توش. ولی برای بچه های آی او اس از همین هم بهتون بگم دیگه تمام کار شما، یعنی وارزون موبایل دیگه تمام کرده دیگه، با آی او اس کاری نداره و فقط سرش رو اندرویده. یعنی ضعیف‌ترین گوشی های آی او اس آیفون 8 خب من دیدم 60 تا اف پی اس داره میگیره. این ضعیف‌ترین گوشی های آی او اس داره 60 تا اف پی اس میگیرن و یه 120 تا اف پی اس میگیرن. آیفون 15 پرو مکس از اون ور داره 120 تا اف پی اس میگیره و یه تقریبا تمام کار آی او اس و الان تمام تمرکز اکتیویژن برای وارزون موبایل برای اندروید و واسه اندروید بهینه ترش کنن، گرافیک هم میگم ببرم بالا. ولی بچه ها چیزی از همه الان بهتون بگم، نسل جدید بازی های موبایلی داره میاد. خب یعنی شما دیگه این زمان نیست سال 2019 بشینی با جی 7 بشینی کال آف موبایل بازی کنی، اینجوری دیگه نیست. خب یعنی الان نیست فور اسپید موبایل داره میاد، خب تو داره ریمبو 6 موبایل داره میاد، وارزون موبایل نسخه جهانی چرا میاد. خب دیگه باید گوشیاتون رو شما عوض کنید. یعنی این شرکت های مثل اکتیویژن اینا دیگه صبر نمیکنه آقا بگه آقا این گوشیش رمش 4 فلانه صبر نمیکنه، میگه آقا بازی خودشون میسازن، میگه گوشیتون رو باید بهتر کنید. پس از همین الان بهتر مثلا یک گوشی بگیرید که حداقل رمش 8 باشه یا 12 باشه یا 256 گیگ حافظه داشته باشه. یک گوشی دیگه بالای 10 میلیون باید باشه دیگه گوشی الان و دیگه شرکت ها اهمیت نمیدن که اون گوشی تو ضعیفه، بس کار خودشون رو میکنن. خب بچه ها این بود از ویدیو امروز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینطور خدا دیگه لایک کنید، ساب کنید دیگه. ما الان 0 تا سابسکرایب داریم و به کسایی که از این محتوا خوششون میاد این کانال رو معرفی کنید. لایک و ساب فراموش نشه. بای.